هر دری یک جور باز میشه. نوشته عزیز نسیم. ترجمه رضا همراه. گویش سامسارا. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. دوست سرشناسم کارت توصیه‌ای را که برای انجام کارم نوشته بود به دستم داد و با خنده گفت تو فقط رضا را پیدا کن، کارت من را بهش بده و بقیه کارها کارت نباشد. تا یک سیگار بکشی کارت را انجام میده. خدا پدرش را بیامرزد. این روزها هیچ کاری بدون سفارش و پارتی بازی درست نمیشه. بعد از اینکه تشکر کردم از دوستم پرسیدم آدرس آقا رضا کجاست؟ دوستم با خنده جواب داد در تمام روز 1 دقیقه توی دفترش نیست. راستش آقا رضا جا و مکان معینی ندارد. استراحت و نشستن و از این قبیل چیزها سرش نمی شود. از صبح تا عصر مثل کک این طرف و آن طرف می پره. با شنیدن این حرفها مثل آهک آب دیده وا رفتم. و آن همه امید و اعتمادی که در دلم پیدا شده بود از بین رفت. دوستم که متوجه شده بود گفت چرا یکو جا زدی؟ نه جانم، اونجورم که خیال میکنی نیست. اخماتو وا کن و ناامیدم نشو. درسته که آقا رضا همش در رفت آمده ولی پیدا کردنش از محالات که نیست. اول یک سری میری اداره دارایی. اگر اونجا نبود یک سری به شهرداری میزنی. اگر پیداش نکردی یک راست برو فرمانداری. اگر اونجا هم نبود حتما توی اداره قلعه است. اونجا هم نباشه تو ژاندارمری یا شهربانی میتونی پیداش کنی. اگر اینجاها نبود اصل برو دفترش. حتما اونجاست. با ناامیدی جواب دادم برفرض که اونجاها باشه، من که نمیشناسمش. احتیاجی نیست بشناسیش. همین که بگی آقا رضا رو میخوام اونا نشونت میدن. تمام مردم از کوچیک و بزرگ و زن و مرد پیر و جوان آقا رضا رو میشناسن. پس اینطور آقا رضا اینقدر سرشناس و معروفه؟ بعد از اینکه به تمام اداره ها سر زدم و گیرش نیاوردم نزدیکی های غروب بود که جلوی دفتر آقا رضا رسیدم. یک نفر که 2 دقیقه قبل از من آمده بود رفت تو. درب آهنی دفتر آقا رضا مثل درپای قلعه های قدیمی با صدای گوشخراشی پشت سرش بسته شد. مدتی اطراف بالا و پایین درب آهنی را دستمالی کردم شاید تکمه زنگ را پیدا کنم. اما از تکمه زنگ اثری نبود. هر 2 کف دستم را روی درب گذاشتم و با تمام نیرویم فشار دادم. ولی درب آهنی از جایش تکان نخورد. شانه‌ام را زیر دستگیره تکیه دادم و با چنان فشاری درب را بالا کشیدم که اگر درب قلعه خیبر بود تق و توقی می‌کرد. اما از درب آهنی دفتر آقا رضا کوچکترین صدایی بلند نشد. بس که تقلا کرده بودم نفسم به شماره افتاده بود. قلبم مثل دم آهنگرها پارت و پورت می‌کرد. به دیوار تکیه دادم و سیگاری روشن کردم تا کمی رفع خستگی بکنم. شاید هم کسی از دفتر آقا رضا بیرون بیاید. چارچشمی مواظب بودم تا به محض باز شدن درب دفتر بروم تو. اما انتظارم بیفایده بود. سیگار دوم را میخواستم روشن کنم که دیدم یک هموطن در حالی که کارت ویزیتی توی دستش گرفته و هرجی میکند به طرف در میآید. نزدیک من که رسید پرسید دفتر آقا نهاد کجاست؟ کارت را خواندم و جواب دادم همینجاست. منم با آقایی که کار دارم اینجاست اما نمیتونم در رو باز کنم. منتظرم در باز بشه. هموطن پرسید چطور در باز نمیشه؟ نمیدونم شما امتحان بفرمایید شاید باز بشه. یارو به طرف در رفت. اول کمی فشار داد بعد به طرف بالا کشید به طرف پایین کشید جلو کشید ولی دید باز نمیشه. گفت بیا 2 نفری کمک کنیم شاید باز بشه. سیگارم رو خاموش کردم و رفتم جلو. هموطن گفت شما اون طرفو بگیر من این طرفو. 2 تایی با هم شروع میکنیم. 1 2 3. 2 تایی چنان فشاری به درب وارد آوردیم که چیزی نمانده بود چارچوب در از جا کنده بشه. صدای اعتراض یک نفر پشت سر ما بلند شد.
چه کار میکنید؟ درب را ول کردیم. برگشتیم ببینیم کیه داره اعتراض میکنه. طرف قیافه مستخدمه ها رو داشت و از طرز حرف زدنش معلوم بود توی دفتر آقا رضا کار میکنه. گفتم با آقا رضا کار داریم، در باز نمیشه. یارو با اخم جواب داد با زور که نمیشه درا رو باز کرد، باید راهشو بلد باشی. هر در یه جوری باز میشه. بیا نگاه کن، من با یه انگشت در رو باز میکنم. راستم میگفت. نمیدانم چه کار کرد که در به راحتی باز شد و بعد برگشت به طرف ما و با قیافه فاتحانه‌ای گفت این درب اتوماتیک است، آن هم از نوع اتوفونیک. همینقدر که راهش رو بلد باشی خود به خود باز و بسته میشه. ازش تشکر کردیم و به دنبال او وارد ساختمان شدیم. یارو آسانسور را به ما نشان داد و گفت دفتر آقا رضا طبقه سومه و دفتر آقا نهاد طبقه چهارم. شما برید بالا، من قسمت دیگه کار دارم. من دلم میخواست از راه پله ها بالا بروم، اما مستخدم با اصرار ما را به طرف آسانسور برد. در آسانسور را باز کرد و ما را به داخل هل داد و گفت دکمه را فشار بدین، هر جا که دلتون بخواد خودش میره. به محض اینکه صدای بسته شدن درب آسانسور بلند شد، آسانسور به طرف بالا پرواز کرد و در یک چشم به هم زدن به طبقه سوم رسید و ایستاد. اینو میدونستم که درب آسانسورها هم مثل درب واگن‌ها برقی است. وقتی توقف کنند خود به خود باز می‌شوند. اما هرچه منتظر شدیم درب آسانسور باز نشد. هموطنی که با آقا نهاد کار داشت دکمه طبقه چهارم را فشرد. آسانسور دوباره به راه افتاد. به هموطن گفتم اگر درب آسانسور باز نشه تکلیفمون چیه؟ هموطن همراه من به قدری ترسیده بود که نمیتوانست حرف بزند. با اشاره چشم و ابرو به من فهماند که دکمه طبقه همکف را بزنم و برویم پایین، آنجا خطرش کمتره. ولی من راضی نبودم پایین بروم. میخواستم به هر قیمتی که شده خودم را به دفتر آقا رضا برسانم. شروع کردم به فشار دادن درب و تقلا کردن، ولی زحمت بیفایده بود. یک دفعه آسانسور از جا کنده شد و مثل برق به طرف پایین به راه افتاد. هموطن همراه من به زحمت و بریده گفت دعا بلدی؟ دعاهایی که بلد بودم را خواندم و به خودم فوت کردم. هموطن گفت اینجور نمیشه، باید فریاد بکشیم و کمک بخوایم. دو نفری با تمام نیرو شروع به فریاد زدن کردیم. ناگهان در آسانسور باز شد و همان مستخدم در حالی که سینی چای روی دستش بود با عصبانیت گفت این مسخره بازی‌ها چیه؟ چرا داد و فریاد میکنید؟ با خجالت و ناراحتی جواب دادم برادر تقصیر ما چیه؟ درب آسانسور باز نمیشه، ترسیدیم. مستخدم با خنده‌های مسخره‌آمیزی گفت حیف از نونی که شماها می‌خورید. کسی که نمیتونه درب آسانسور رو باز کنه مردنش بهتر از زنده ماندنشه. بعد هم دکمه طبقه سوم را فشار داد. وقتی به طبقه سوم رسیدیم دستگیره درب را پیچاند، درب آسانسور باز شد و مستخدم اتاق شماره 203 را به من نشان داد و گفت دفتر آقا رضا اونجاست، تشریف ببرید آقای دست و پا چلفتی. من وارد راهرو شدم و آسانسور به طرف طبقه چهارم رفت. یک راست به طرف دفتر آقا رضا رفتم. آقایی که قبل از من وارد ساختمان شده بود پشت درب دفتر آقا رضا ایستاده و برای باز کردن درب فعالیت می‌کرد. صدای پای مرا که شنید سرش را به عقب برگرداند. با دیدن من لبخند رضایت آمیزی زد. انگار انتظار کسی را داشت تا به او کمک کند. پرسید شما هم با آقا رضا کار دارید؟ بله، تشریف دارند؟ نمیدونم، هنوز نتونستم در رو باز کنم. طبق دستوراتی که مستخدم در مورد باز کردن درها به من داده بود من کاملا در این فن استاد شده بودم. گفتم شما برید کنار، اجازه بدید تا من در رو وا کنم. یارو آدم حرف شنو رو به راهی بود. فوری خودش رو کنار کشید و گفت بفرمایید جلو. رفتم جلو. همانطور که مستخدم گفته بود شروع به بررسی و مطالعه برای شناختن درب کردم که ببینم این درب از کدام نوع است. مستخدم گفته بود درب خانه را یک جور باز می‌کنند، درب دکان را یک جور و درب کاروانسرا را یک جور، اما درب دفتر کار آقا رضا جزو هیچ کدام از این درب‌ها نبود. نه دستگیره داشت و نه جا کلیدی. آقایی که جلوتر از من آمده بود پرسید پس چرا معطلی؟ بازش کن دیگه. گفتم یک نفری باز نمیشه، باید دو نفری اقدام کنیم. هر دو نفر شانه‌هایمان را به درب تکیه دادیم و با گفتن یک یا علی فشار دادیم. لای درب به اندازه 10-15 سانتی متر باز شد. یک نفر به زور میتوانست برود تو. در این اثنا مستخدم با سینی چای از آسانسور بیرون آمد و داد کشید چه کار میکنین؟ داشتیم درب را باز میکردیم. مستخدم جلو آمد.
درب نیمه باز را کمی امتحان کرد و گفت توف، درب مردم را خراب کردیم. بعد برگشت به طرف من و با عصبانیت ادامه داد: این آقا وارد نیست، تو که واردی. 2-3 بار بهت گفتم هر دری یه جوری باز میشه. باید راهش رو یاد گرفت. با زور و فشار کار درست نمیشه. فهم و شعور که نداری، هیچ چشم هم نداشتی تابلوی جلوی در رو بخونی. با شرمندگی نگاه کردم. دیدم روی قسمت شیشه‌ای نوشتن درب بسته است. با ناامیدی پرسیدم: آقا رضا تشریف ندارن؟ مستخدم با لبخند جواب داد: رفته پیش آقای نهاد در طبقه 4، برید اونجا. چون قبلا طرز باز کردن درب آسانسور را یاد گرفته بودم، بدون معطلی سوار آسانسور شدیم و به طبقه 4 رفتیم. رفیقم دستش را دراز کرد تا درب آسانسور را باز کند. من با عجله دست او را گرفتم و گفتم: دست نزن، ممکنه کار را خراب کنی. درهای آسانسور مثل درهای دیگر نیست، باید راهش را بلد باشی. این درها را وقتی دو طرف به طرف راست بچرخانی خود به خود باز میشه. بعد هم دستگیرا رو گرفتم و چرخاندم، ولی 2 بار که سهل است، 22 بار به طرف چپ و راست چرخاندم، عقب و جلو بردم، باز نشد که نشد. شروع به سر و صدا و داد و فریاد کردیم. به این ترتیب ممکن بود کسی برای نجات ما بیاید. من و رفیقم مسابقه فریاد زدن گذاشته بودیم که باز هم مستخدم به داد ما رسید. البته صدای ما را نشنیده بود. میخواست برای طبقه 5 چایی ببرد. وقتی درب را باز کرد و ما را دید گفت: آقا رضا را دیدین؟ رفیقم جواب داد: خیر، نتونستیم در را باز کنیم. برای اینکه مستخدم عصبانی نشه من حرف را عوض کردم: با اینکه دستگیرا را 2 بار به طرف راست چرخاندم در باز نشد. مستخدم با ناراحتی جواب داد: آدم حسابی، من که گفتم هر دری یه جوری باز میشه. اول باید بدانی آسانسور ساخت کدام کارخانه است. بعضی را به جای 2 بار 3 بار باید بچرخانی. بعضی ها را باید به طرف چپ بچرخانی، مثل این. بعد هم دستش را دراز کرد و دستگیره را به طرف چپ چرخاند. در آسانسور به راحتی آب خوردن باز شد و ما بیرون رفتیم. آقایی که زودتر از من برای دیدن آقا رضا آمده بود گفت: من از پیدا کردن کار صرف نظر کردم، دیگه پیش آقا رضا هم نمیام. اینو گفت و به سرعت از پله‌ها پایین رفت. من برای اینکه آقا رضا رو ببینم به طرف اتاق آقای نهاد رفتم. در به اتاق آقای نهاد هم بسته بود و یک تابلو روی درب آویزان کرده بودند: ورود بدون اجازه ممنوع. توی دلم گفتم همینجا می‌نشینم تا آقا رضا بیاد بیرون. کنار درب اتاق نشستم و به دیوار تکیه زدم. بس که خسته بودم به زودی خوابم برد. توی خواب ناز بودم که دستی به شانه‌ام خورد. چشمانم را باز کردم، دیدم مستخدم بالای سرم ایستاده. پرسید: پسر چرا اینجا خوابیدی؟ خواب‌آلود جواب دادم: دیدم در بسته است و نوشته ورود ممنوع. نشستم تا آقا رضا بیاد بیرون. مستخدم یقه‌ام را گرفت، به طرف پله‌ها هل داد و گفت: پسر انگار تو دیوانه‌ای و در عمرت درب ندیدی. وقتی روی درب‌ها می‌نویسن ورود بدون اجازه ممنوع، منظور اینه که باید با چند تلنگر در بزنید، بعد دستگیره را بچرخانید تا باز بشود، مثل این. بعد هم دستگیره را چرخاند و در به دفتر باز شد. رفتم تو و سراغ آقا رضا را گرفتم. آقا نهاد گفت: آقا رضا رفت اداره پست. ناامید و خسته از ساختمان بیرون آمدم. آقایی که قبل از من برای ملاقات آقا رضا آمده بود جلوی در نشسته بود. آقا رضا نیست، رفته اداره پست. شانه‌هایش را بالا انداخت و جواب داد: من دیگه با آقا رضا کار ندارم، کار بهتری پیدا کردم. در حالی که حسودیم شده بود پرسیدم: چه کاری؟ با غرور جواب داد: از صبح تا عصر همینجا می‌نشینم، هر کس برای دیدن آقا رضا بیاد 1 لیر میگیرم، در رو براش باز میکنم. هنوز حرفش تمام نشده بود که یک نفر از راه رسید و آدرس آقا رضا را پرسید. یارو 1 لیر گرفت، در رو برای او باز کرد. دوست من راه باز کردن درب‌ها را بهتر از من یاد گرفته بود، به همین جهت زودتر از من به مقصود رسید.